میگیری تو نانی گرم. رحمت گوش میدی شما جان آباد باشه خیر شف نگفته شفتالو میگم کنی گپ زن یک بیاید بینیم چی ماینش یا چای کبود دم کرده بیا تلخ باشد. یک چویکش مرحبا اول مهمان آبا گیرید دیگونه تخمینه جنبم مرحبا خیر چی خیل دیدیمی؟ نه راستی و قاقشو ندیدم. بگونا جان بچه تا گرزم بیایه بای یک چای دیگه بریزه. دوست مراد بیا جانی اوچه یک چای دیگه کشیده ته بیا بچه اول مهمان آبا تخمینه جنبام ریزید مرحمت خانم عزیزم رحمت مرحمت خیر چی خیل؟ چون خیر میشه بچی منو دیدم؟ اکنون گپ زنید که همین دختر شما سبای چی دارد؟ دختری من دو تا معلومات عالی داره. ناخس باز چی؟ خیر بعد ما هم از یگان چی کمبودی نداریم. خدا با شکر از همه چیز تنجیم. ها نمی شود که همین دختره که من با بچه شما در تنهایی صحبت کنم شاید یگان گپی میپرسیدگی داشته باشه. راستی گپ با من این صحبت ها قدر معقول نیست. خیر تو دوگانم با نیگویم خفه نشوی. دوست مراد جان همین تخمینه جان قطع یک صحبت کن بچه. خیر بیا که شرم و حیای یک طرف من. تخمینه جان روید. با بچه من نپوچی ها؟ خیر نه ما تخمینه نه من بدن سلام نمیکنم اوچم جنگ میکنم بخشش ده نه خیلی به دست نمی ما تخمینه نامی من دوست مراد جان بهترین یگان جا میخونن یا کار میکنن؟ اینه بچه من در یگان جا کار میکند نمیخوند. ما همین در دشقتی مصلحت کده
این بچه جانا از صنف نهمیش برآوردیم که خانه بشیند و همه بچه‌های کوچگرد و بی‌رحقتی همراه شده گنده نشود. روزی دراز کارش در خانه شدم. بسیار بچه قابله. روزی دراز خانه میشیند. همین کارکای خانه خوش رو کرده میشیند. بعد شما نوسای سیگارت نمیکشین آخی نه؟ نه سیگار میکشد انا نه مینوشد نه بیرون با میبرود خونه با میشیند بچه قابله کک نه؟ نه یه ما همین صنف سه بدم یا خالتا امی را همونی افتم من خالتای نوس همون خالتا را بردم دستای بش دادم دستم بوی نوس گرفته سه روز شمره بوار میکنی من خیلی نه من چیزی بد میدیدگیم در روی دنیا همین نوس و سیگارت ها اکنون شما درباره دخترتون گویید در کجا کار میکند؟ دختری من یگان دوگانه بیاداب ندارد. ماشین خودش هست. نه نوس میکشه نه سیگارت. راست با کار میرد و راست خانه میبیاد. بعد شما یگان نمودی سپورت هستین؟ سپورت خیلی اوه که بخمونه سهری ها کم کم خیلی مخش میکنم خیلی و نه یگان نمودی سپورت زال نمیرین؟ راست دیگه پا بگم خودم در میفورا زال رفتن گم بر ایوتا و چم گریختم رفتم زال رفتم جای مخش کنی هم معقولم شد پوری دکم که مخش کنم با چکل شده ایخی هازی همی ای بچه ها دخترها بیسورانده در زال دیگه نگاه کردم هر خیلی مخش که استیان ایش گپم داد همودم او تم فهمید دیگه نموند من رفتم حالا هم دیگه نرفتم میگه زندگی ببره زند اجازت بده میگه با مقصد که ببرنده در کجا کار میکند؟ در زواد قنادی پدرش. در زواد قنادی پدرش؟ زواد از پدرش؟ بله. خب پدرش زواد قنادی دارد زواد از پدرش بله. و خانه دو آشیانه فسان قدر باغ روغ از اونی شما همه دخترتون یگان در شهر یگان یک سکسیه 4-5 خانگی ندارد می گوش بیم مستورا جان در آینده صاحب خانه خودش هم میشد در آینده نه در آینده باشد این خیلی نمی شود و نزدیکی همین پسری همسایه 2 فرزندش قطعی از خانه زنش یک شته زدن خسته آمد 2 دست در پاچیک بینیش نه و خانه به وی رسید نه از او کارخانه پدرش یگون چی وی برسید نه اون سکسه شهر بودگیش 2 بچهش گرفت و خسته آمد به وی چی رسید فقط علمین وی به وی علمین 2 تا فرزند کلان کرده می شود در همین محله ما همون بچه سرش خم شد در پیش همه شرمنده شدم نه این خیلی نمی شود بهترش بیاید یک برچنی دگوار کنیم بعد از که جدا شدن بچه های بیچوره 2 فرزند و 3 فرزند و 5 فرزند قطعی در کوچه میمونن یا خانه پدر و مادر میبیوین برچنی دگوار که شد میرد خانه که خودش به زندگی میکند حالا معلوم نی که بچه شما در دختری من محقول میشد یا نه وای بچی منو بینید وای قد قامتش بینید وای گل برینه ما وای انغز بینی کو دوست مراد نه گل مراد میگویم گل مراد؟ های خوش رویش بینید خوش بین مستورا جون من هیچی حل نمیکنم همه خلاصه دخترم میبرورد